قاسم روانبخش درباره فستیوال کوچه گفت وقتی درباره حجاب کوتاه اومدیم قدم بعدی باید شاهد رقص مختلط باشیم. قاسم جان عزیزت بیخیال شو. قاسم الان وقتش نیست. قاسم بندر عباس حالش خوب نیست. بندر عباس که هیچ، تمام مردم ایران حالشون خوب نیست. قاسم تو الان باید نطق درباره بندر عباس باشه، باشون همدردی کنی. هنوز تو فستیوال کوچه و شادی گیر کردی، با ول کن. یعنی بس که گفتیم فستیوال کوچه کوچه، این فاجعه رخ داد و فستیوال کوچه تبدیل به عزا شد. همونایی که بهشون انتقاد میکردید بزرگترین دسته عزاداری رو تشکیل دادن. قاسم بیخیال شو. قاسم واسه چی دغدغه هاتون با دغدغه های ما مردم فرق میکنه؟ فکرتون کجاست؟ با ما حالمون خرابه. قاسم تو فکرت اونجاست؟